سلام میکنم خدمت شما همه بینندگان عزیز و گرامی. حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. خوش اومدید به اولین ویدیو کانال بنده و اولین سری از مسابقات مرگ ایران رول پلی. خب بدون هیچ مقدمه و حرف اضافه ای بریم سراغ ویدیو. اولین مسابقه کوهنوردی. همونطور که میبینید شرکت کنندگان باید در اینجا ثبت شده و بعد از شنیدن شمارش داور شروع به حرکت کنن و این مسیر رو تا بالای کوه ادامه بدن. داخل این مسابقه پلیرها حق استفاده از جت پک، ماشین، اسکین سی جی و هر گونه تقلب که باعث سریعتر رسیدن اونا به بالا بشه رو ندارن و باید طبق قوانین گفته شده از قسمت‌های کوه بالا بیان و تا اینکه به بالای کوه برسن. مسابقه دوم چراغ سبز چراغ قرمز. شرکت کنندگان باقی مانده هنگامی که تمام مسافت رو طی می‌کنن به بالای کوه چیلاد میرسن که بالای کوه چیلاد یک محوطه خالی هستش. هنگامی که به این محوطه میرسن توسط داورها صف شده و با شنیدن دستور داور، با شنیدن دستور گرین لایت شروع به حرکت و با دیدن دستور رد لایت توقف میکنن. اگر پلیری بعد از دیدن دستور رد لایت توقف نکنه یا اینکه تکون بخوره از سری مسابقات حذف میشه و هر پلیری که زودتر به پارتی باکس برسه برنده سری مسابقات میشه. خب بچه‌ها این بوده از توضیحات لازمه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد. به زودی ویدیوهای جدیدتر همراه خودتون داریم. برای اینکه حالا مطلع بشید از ایونت ها و ویدیوهامون حتما داخل چنل تلگرام که داخل دیسکریپشن میذارم عضو بشید. و حالا حرف دیگه ای نمیمونه، فقط این که این ویدیو به صورت فان هستش ادیتش و امیدوارم که خوشتون بیاد. یا استعلام میگیرن چیه قسم، 10 تا خوک بیف زدم منو زندم، صندلی شاگرد فقط بودم بزن، دو فاشون میخونم با این که زشتم، منقر روز زدم روش گوش قرمز، دکتر پای بیف نره واسه نقرس کلت، دم رنگ کلک دم کلش صورتی پوستش قرمز، تهدید میکنم میجو هم مدام داستان میبافت ترکیه ناناس، کیو با نمک میزنم کف شیشلی، پرستارم میگه دو که فشارت بالاست، مثل بفارینگ میخوام ولی دو که نیرینگی بازت میکنم پولشو میدم جیرینگی، به میگه دکتر سروش مثل سی به یه گوت گوش میدی تو چه فیلینگی، دست با کوچولو نخونه خطر آدرسو داری بیا با 10 نفر آتش کرده نمیزنه به این راهی، حاشیه‌اش میکنه بمونه توی خبر، این که طرفدارشی بوده بندم. خب اینجا منتظر بودیم که حالا بچه‌ها برسن تا مسابقه دومو شروع کنیم. کسخله ریده کسخله ریده، یه دستم تو دست بچای دستم کانابیسه، هر کی بود تو راهت بغل کردی خب بچه ها همه حواساتون رو جمع کنید. وقتی که گیرین گفتم همه حرکت میکنید. هر وقتی هم که گفتم رد همتون میرسید. اگه کسی تا وقتی که من گیرین نگفتم کوچکترین تکونه بخوره توسط ادمینا اسپام میشه و دیگه نمیتونه هم بیاد. خب حالا با چت هم به بچه هایی که حالا وایس ندارن بگیم بریم شروع کنیم. داره برف میباره زیاد بین زمستون که میاد بی بودو بپوشون گردن تو هرچی میپوشی میاد برون، دونه 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 برف میریزه رو مجه ها تو این دلم میریزه، دوتا این دورم شمشک و بقیه بچه ها میگن که خب دم بچه ها جان همه عالی دارن میان. کسی فعلا حذف فکر نکنم شده باشه. حالا بچه ها حواسشون هست ناظرهای مسابقات که اگه کسی تکون خورد حذفش کنن. خب یه اسکن ریزم و بریم این وسط. خب کسی تکون نمیخوره آره. داداش من الان رد شدم برنده.
186 تکون خورد. حواسم هست. این تو میشه تکون خورد؟ اینا چرا